امروز آمده ایم تا جهان ببیند امت پیامبر همواره هم داغ بر دل از مصیبت شهادتش دارد و هم سینه ای آکنده از عشق از رحمت او دارد. ما امت محمد رسول الله هستیم. ما لشکر امامی آماده قیامی کوه اراده هستی آمریکا رو شکستی. آی مردم که چشم تر دارید چله انتقام بردارید. غفلت از آفتاب ممنوع است، شب به هم خورده خواب ممنوع است. راه زینب جهاد تبیین است، خطبهش آبروی آیین است. همه حرفهای او این است هر که بی غیرت است بی دین است. من میخوام چند بیت برای این پرچم عزیزمون، اینایی که پرچم دستشون بیارن بالا نشون بدن. پایمال سفیه کال مباد، این سرنگ زلال لال مباد. این سرنگ غرور نورانی است، افتخار تبار ایرانی است. آی بیگانه اشک شبنم ماست، خون ما رنگ سرخ پرچم ماست. خار و ارزان مبین غم ایران، کفن ماست پرچم ایران. پرچم ما غرور مردانه است، خار چشمان دزد بیگانه است. دل به نور امید باید داد، پای پرچم شهید باید داد. ما شرکت کنندگان در اجتماع امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حرکات هنجار شکنانه اخیر و اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم، به آتش کشیدن مساجد و پرچم جمهوری اسلامی ایران و حد حرمت نسبت به عفاف حجاب بانوان میهن اسلامی و به شهادت رساندن چند تن از مدافعان امنیت توسط اغتشاشگران و آشوب طلبان ضد دین و حرمت شکن ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی را محکوم و از دستگاه‌های مسئول و قوه قضاییه می‌خواهیم هنجار شکنان و متعرضان به اموال عمومی و نوامیس مردم، شایعه سازان و دروغ پردازان در فضای مجازی و حقیقی که امنیت روانی جامعه را به مخاطره می اندازند شناسایی و با آنان قاطعانه برخورد عبرت آموز نمایند. همینک پیکر مطهر شهید امنیت شهید حسین تقی‌پور در میدان انقلاب اسلامی است. لا اله الا الله، لا اله الا الله. مرگ بر آشوبگر فتنه‌گر، مرگ بر آشوبگر فتنه‌گر، مرگ بر بی غیرت فتنه‌گر، مرگ بر داعشی داخلی، مرگ بر ضد ولایت فقیه. کاری که در جریان اخیر انجام شد یک کار از قبل آماده بود. همه امکاناتشون رو به میدان آوردن، جریان امپراتوری رسانه‌ایشون رو به میدان آوردن، از قبل آماده کردن، شبکه‌هاشون رو سازماندهی کردن.
مرگ این بانوی جوان در پلیس امنیت اخلاقی این فرصت رو ظاهراً در اختیار اونها قرار داد برای این فتنه انگیزی و البته با سرعت و خیلی سریع این بار عجله داشتن، خیلی عجله کردن، فوری رفتن سر اصل مسئله، کینه‌ای که نسبت به اصل انقلاب اسلامی و ولایت الهی و نسبت به آرمانهای انقلاب اسلامی داشتن، با عجله با همه ساز و برگشون وارد میدان شدن. این بار این گونه به میدان آمدن با هدف ضربه زدن به امنیت ملی ما، ضربه زدن به وحدت ملی ما و ضربه زدن به عفاف و حجاب بانوی مسلمان مجاهد ایرانی ما. علم از دست علمدار نیفتد هرگز، حیدر حیدر حیدر. علم از دست علمدار نیفتد هرگز، بگو حیدر. پرچم مالک و عمار نیفتد هرگز، حیدر حیدر حیدر. پرچم مالک و عمار نیفتد هرگز، پرچما بالا حیدر.